بهترین تو. چطور زمان، انرژی و اولویت هاتون رو به نفع خودتون به کار بگیرید. اثر کری نیوهوف. رفقای همیشه همراه ما، سلام. خوش اومدین به این قسمت از سری خلاصه کتاب‌های صوتی از سوخت جت. کتاب بهترین تو یه راهنمای عملیه برای اینکه از مدیریت زمان فراتر بریم. با تکیه بر دهه‌ها رهبری، کری نیوهوف به ما نشون میده چطوری زمان، انرژی و اولویت هامون رو با هم هماهنگ کنیم تا بتونیم به هدف هامون برسیم و انرژی بیشتری برای چیزایی که دوست داریم داشته باشیم. این کتاب واسه چه کسایی مفیده؟ افراد پرمشغله‌ای که دچار فرسودگی شغلی شدن، رهبرایی که میخوان از نو شروع کنن، هر کسی که میخواد پتانسیل های درونیش رو شکوفا کنه. کری نیوهوف یه نویسنده پرفروشه که به عنوان مشاور رهبری سازمان ها داره کار میکنه و میزبان پادکستیه که محتواش هر ماه به دست 1.5 میلیون نفر میرسه. یک کشیش که بنیانگذار سابق یکی از پررونق‌ترین کلیساهای آمریکای شمالیه. اون الان با رهبرایی از سراسر دنیا کار میکنه تا به اونا در موفقیت سازمانهاشون کمک کنه. این کتاب چه فایده‌ای برای شما داره؟ یه راهنمای ساده است برای از بین بردن فرسودگی شغلی شما و شکوفاییتون. آیا حس میکنید هیچ وقت زمان کافی ندارید؟ شما همه روز رو سخت کار میکنید و بازم به همه کاراتون نمیرسید و دارید بیشتر و بیشتر از اهدافتون دور میشید. زندگی بدون مشغله وجود نداره. حواس پرتی همه جا هست. احتمالاً شما هم زیر فشار کار و تعهداتتون هستید. ولی موضوع اینه که این همه فشار و استرس یه تهدید جدیه برای سلامتیتون. شما لیاقت بیشتر از اینا رو دارید و الان وقتشه با استرس خداحافظی کنید و از زندگی آشفته دست بردارید. ممکنه اینطور به نظر نرسه ولی شما وقت کافی برای انجام کارهاتون دارید، به همون اندازه که کارآمدترین افراد روی زمین وقت دارن. مهم اینه که چطور اون رو صرف میکنید. اینجا یاد میگیرید که چرا مدیریت ساده زمان کافی نیست. با تکیه بر تجربیات نویسنده در بهبود فرسودگی شغلی یاد میگیرید چطور زمان، انرژی و اولویت هاتون رو که 3 دارایی اصلی شما هستند رو هماهنگ کنید تا مانع فرسودگی شغلی بشید و بهترین خودتون باشید در همه حال. در ادامه یاد میگیرید چطور تمرکز و اولویت هاتون رو از دست میدید. چرا مناطق انرژیتون میتونه کلید موفقیتتون باشه. چطور با نگفتن راحت باشید. شما وقتی به خود شکوفایی میرسید که زمان، انرژی و اولویت هاتون با هم هماهنگ بشن. در سال 2006 به نظر می رسید همه چی برای نویسنده این کتاب کری نیوهوف خیلی خوب داره پیش میره. هنوز 40 سالش نشده بود که سازمانش اونقدر بزرگ شده بود که انتظارش رو نداشت. اون با خوشحالی با معشوقه دوران دبیرستانش ازدواج کرد که حاصل این ازدواج 2 پسر خوشگل بود. خب این ظاهر قضیه بود ولی از درون داستان یه چیز دیگه بود. نیوهوف خواسته های حرفه‌ای رو تقریباً غیرقابل تحمل توصیف می‌کرد که داشت به زندگی خانوادگی و سلامتیش آسیب می‌زد. اون توی مارپیچ استرس گیر افتاده بود و خیال داشت همه چیز رو رها کنه و بره. احتمالاً راه دیگه‌ای هم وجود داشت. وقتی نیوهوف داشت از فرسودگی شغلی خلاص می‌شد، 3 دارایی اساسی رو کشف کرد که برای ساختن یه زندگی واقعی لازمه: زمان، انرژی و اولویت‌ها. نیوهوف وقتی داشت تلاش میکرد طوری زندگی کنه که بتونه از پس تغییرات سریعش بر بیاد، به کارهایی که افراد برتر به خوبی از پسش برمی اومدن توجه کرد. چیزی که متوجه شد این بود که اونا فقط زمانشون رو مدیریت نمی‌کنن. اونا برای استفاده حداکثری از انرژی و اولویت هاشون هم استراتژی داشتن و اونا رو به نفع خودشون به کار می‌بردن. به محض اینکه نیوهوف زمان، انرژی و اولویت هاش رو با هم هماهنگ کرد، نه تنها از شر فرسودگی شغلی خلاص شد، بلکه از لحاظ جسمی و روحی هم از این رو به اون رو شد و زندگی خانوادگیش خیلی بهتر شد. اولین دارایی اساسی زمانی هست که توی اون تمرکز دارید.
دلیل این که شما هیچ وقت زمان کافی ندارید اینه که نمیتونید در زمانی که دارید با تمرکز بمونید. شما احتمالاً با همه ساعات روزتون به یه شکل رفتار میکنید، در حالی که با هم یکی نیستن. زمانتون با حواس پرتی و کارای بیارزش تلف میشه. روزها همینجوری میگذره و شما هیچ کار به درد بخوری انجام ندادید. در حالی که بیشتر مردم با زمانشون کلنجار میرن، افراد کمی هستن که به سطح انرژیشون فکر میکنن، که ما اینجا اون رو دارایی اساسی دوممون میدونیم. وقتی نتونید از سطح انرژی شخصیتون بیشترین استفاده رو بکنید، آخر سر با ارزشترین و کارآمدترین اوقاتتون رو هدر میدید و انرژی خیلی کمی برای کارهای مهم بعدی باقی میمونه. سومین و آخرین دارایی اساسی اولویت هامونه. وقتی به دیگران اجازه بدیم که برامون تعیین تکلیف کنن که هر روز چی کار کنیم، اولویت هامون به راحتی از دست میره، چون اونا ما رو مجبور میکنن روی کاری تمرکز کنیم که اولویت خودشونه، نه ما. چاره اینه که نگفتن رو یاد بگیرید و با گفتنش راحت بشید. اینجا یاد میگیرید چطور از مارپیچ استرس فرار کنید و در عوض در جهت مخالف اون به زندگیتون ادامه بدید. با کشف مناطق انرژیتون که در ادامه راجبش حرف میزنیم، در زمانی که دارید تمرکزتون رو حفظ کنید. ساعت 2 بعد از ظهره و دارید سعی میکنید روی ارائه مطلب همکارتون تمرکز کنید، ولی پلکاتون رو به زور نگه داشتید. داستان براتون آشنا نیست؟ ممکنه متوجه شده باشید که انرژیتون در طول روز کاهش پیدا میکنه. این کاملا طبیعیه و حتی در مورد پزشک ها هم صدق میکنه. برای نمونه، تحقیقات نشون داده که در انتهای روز کار متخصصای بیهوشی در مقایسه با اول روز عوارض بیشتری رو برای بیمارا به دنبال داره. مهم اینه که چرخه انرژیتون رو درک کنید تا بتونید از اون به نفع خودتون استفاده کنید. با اینکه چرخه انرژی هر کسی ممکنه متفاوت باشه، اگه شما هم شبیه اکثر مردم باشید، در بهترین حالت خودتون هر روز 3 تا 5 ساعت زمان به درد بخور دارید. نویسنده به این چند ساعت به درد بخور میگه منطقه سبز شما، که مشخصه اون تمرکز داشتن، کارآمد بودن و داشتن روحیه خوبه. با اینکه چند ساعت محدودی پر انرژی هستیم، بیشتر افراد از این اوقات گرانبهاشون الکی و غیر استراتژیک استفاده میکنن. مثلا برای کارایی مثل چک کردن موبایل، جواب دادن به پیامکاشون. در عوض باید از این اوقات برای مهمترین و سخت‌ترین کارها استفاده کرد. تکلیف ساعتهای دیگه روزتون چی میشه؟ وقتی حس میکنید نه در بهترین حالت خودتون هستید، نه در بدترین حالت، توی منطقه زرد خودتون قرار دارید. شما هر کاری رو که دلتون میخواد میتونید توی این اوقات انجام بدید، ولی نه بهترین کاراتونو. منطقه قرمز شما وقتیه که خیلی بی انرژی هستین. احساس تنبلی میکنید و برای اینکه حواستون پرت نشه با خودتون کلنجار میرید. این همون اوقاتیه که دارید خودتون رو مجبور میکنید که کاراتون رو انجام بدید. چند روز یا چند هفته آینده رو وقت بذارید و چرخه‌های انرژیتون رو کشف کنید. توجه کنید چه موقع حس خوبی دارید یا چه اوقاتی تنها کاری که میخواهید انجام بدید چرت زدنه. برای دسته‌بندی از مناطق سبز، زرد و قرمز استفاده کنید و مشخص کنید در روز چند ساعت در هر منطقه انرژی هستید. چند نکته رو یادتون باشه. ساعات منطقه سبز شما لزوماً پشت سر هم نیستند. برای نمونه، بهترین ساعات نویسنده بین ساعت 7 تا 10 صبح. بعد اون انرژیش تو ساعت 1 بعد از ظهر هم یه جهش داره. اینجا نیازی به کمالگرایی نیست. همه این دسته‌بندی ها میتونه روز به روز تغییر داشته باشه، فقط کافیه تا جایی که امکان داره این کار رو صادقانه و به درستی انجام بدید. آخرین نکته همین که سعی نکنید ساعات منطقه سبزتون رو خیلی کش بدید، چون این کار به ضررتون تموم میشه. 3 تا 5 ساعت معمولیه و برای زندگی کردن تو چرخه شکوفایی کافیه. در ادامه کارهایی رو بررسی میکنیم که تو هر منطقه باید انجامش بدید.
با انجام بهترین کارتون تو بهترین حالتتون از انرژیتون بیشترین استفاده رو بکنید. شما الان چرخه های انرژیتون رو شناسایی کردید. شما میدونید کی توی منطقه سبزتون قرار دارید و پر انرژی هستید. همچنین میدونید کی انرژیتون تو منطقه زرد قرار داره و میدونید تو چه ساعتی از روز انرژیتون انقدر کمی که کارتون رو به زور انجام میدید. یعنی تو منطقه قرمز خودتون قرار گرفتید. خب توی هر منطقه دقیقاً چی کار باید بکنید؟ خودشکوفایی همش به این برمیگرده که مناطق سبزتون رو با انجام کارهایی که بیشترین اهمیت رو براتون داره به اوج خودش برسونید. از جمله هدایاتون، علایقتون و تأثیراتتون. هدایای شما شامل هر چیزیه که برای شما آسونه ولی برای دیگران سخته. استعداد منحصر به فرد شما از این دست است. برای نمونه، نویسنده این کتاب میتونه جلوی جمعیت زیادی بدون آمادگی قبلی و همراه داشتن یادداشت سخنرانی کنه، کاری که خیلی از اون وحشت دارن. اما به استعداد طبیعی بسنده نکنید. مناطق سبز شما اوقاتیه که باید برای توسعه دادن این هدایای طبیعی از اون استفاده کنید. از این اوقات برای بهتر کردن مهارت‌ها و یاد گرفتن چیزای جدید و تمرین استفاده کنید. علایقتون کاریه که عاشقشید. اغلب علایقتون کارایی هستن که شما اونا رو به خوبی انجام میدید. اما علایقتون میتونه فراتر از هدایای طبیعیتون باشه. به دنبال کارهایی باشید که بهتون انرژی میدن، نه اینکه انرژیتون رو بگیرن. کارهایی که براتون خوشاینده و نمیتونید بدون اونا زندگی کنید. این میتونه شامل سرگرمی‌ها و گذروندن اوقات با عزیزانتون باشه. در نهایت منطقه سبزتون رو به کارهای اختصاص بدید که بیشترین تفاوت رو در زندگیتون به وجود میاره. اینا اغلب مسئولیت‌های اصلیتون هستن که بیشترین ارزش رو براتون به ارمغان میارن. یا اهداف بزرگ زندگیتون مثل نوشتن یک کتاب. از خودتون بپرسید که من از زندگیم چی میخوام و میخوام به چیا برسم. زمان منطقه سبزتون رو برای رسیدن به همین اختصاص بدید. بعد اینکه کارهای سختتون رو در طول زمان منطقه سبزتون انجام دادید، آزادید که هر کاری که میخواید رو انجام بدید. از مناطق زردتون برای انجام کارهای نسبتاً مهم استفاده کنید. برای نمونه، شما میتونید به قرارهای کاریتون برسید یا پیغامهای کاریتون رو ارسال کنید. منطقه قرمز شما برای انجام کم اهمیت ترین کارهاتونه. شما ممکنه به ایمیل های شخصیتون رسیدگی کنید یا کارهای معمولتون رو انجام بدید یا ورزش کنید. مهمتر از همه یادتون باشه منطقه قرمز زمان گرفتن تصمیمات حیاتی و کارهای حساس مثل رسیدگی به درگیری های بین فردی نیست. اکنون زمانی رو در نظر بگیرید و کارها و اهدافتون رو در هر منطقه مشخص کنید. هر چیزی که مهمه و انرژی بخشه و در انجامش مهارت دارید میره تو منطقه سبزتون. به نظر شما چه کارهایی رو میتونید برای منطقه زردتون بذارید؟ و چطوری میتونید به بهترین شیوه ساعات کم انرژی منطقه قرمز رو سپری کنید؟ اولویت هاتون رو با تمرکز بر وظایف درست و مبارزه با حواس پرتی محقق کنید. روی میزت میشینی و تقویمتو باز میکنی. در کمال تعجب وقتت کاملا خالیه. از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 4:30 بعد از ظهر. حتی یک قرار ملاقات هم نداری. با خودت میگه چه عالی. بالاخره میتونی اون پروژه بزرگی رو که آرزوش رو داشتی شروع کنی. هنوز یه پست برای وبلاگ جدیدت ننوشتی که میبینی یکی داره در میزنه. یه همکاره که 5 دقیقه وقت میخواد و آخر سر 20 دقیقه از وقتت رو میگیره. در همین حال صندوق ورودی ایمیلت پر شده و ازت خواسته شده بعد از ظهر توی جلسه اضطراری حاضر شی. وقتی بالاخره میری سراغ میز کارت تقریبا روز به پایان رسیده. چی شد؟ تمام روز رو کار کردی ولی به هیچ کدوم از اهدافت نرسیدی. اتفاقی که افتاد اینه که اولویت هاتون با حواس پرتی ها و کارهایی که در اولویت نیست از دست رفت. شما روزتون رو صرف واکنش به هر چیزی میکنید که سر راهتون قرار میگیره. این کارهای به ظاهر فوری ولی بی اهمیت اگر بهشون اجازه بدید وقت شما رو میبلعند. در فرهنگ مبتنی بر فناوری ما همه چیزها برای جلب توجه شما در حال رقابته. نتیجه یه تحقیق نشون داد که به طور متوسط افراد در روز 2617 بار موبایلشون رو لمس میکنن.
جای تعجب نیست که نمیتونید تمرکز کنید. پس حواستون باشه که این اعلان‌ها رو خاموش کنید. این به شما کمک میکنه که بهترین کارتون رو در بهترین محیط انجام بدید. شما مثل یک گیاه هستید، بنابراین به یک اکوسیستم درست نیاز دارید تا بتونید رشد کنید و شکوفا بشید. با خلق یک فضای کاری دنج و بدون حواس پرتی خودتون رو برای موفقیت آماده کنید. تو واقعیت همیشه کارهای مهم و فوری وجود داره که وقت شما رو میگیره. مثل یه تماس تلفنی از رئیس یا آماده شدن برای فلان سخنرانی. اما کلید به حداکثر رسوندن منطقه سبزتون اینه که بدونید کارهای مناسب برای اولویت بندی چیه. گفتنش آسونه، همونطور که همه کسایی که کل روزشون رو از دست میدن ممکنه اینو بدونن. یه استراتژی مفید اینه که روی فعالیت‌های پربازده تمرکز کنید. ویلفردو پارتو که یک اقتصاددان ایتالیایی مشاهده کرد که 20% تلاش اغلب 80% نتایج رو به دنبال داره. نویسنده این کتاب متوجه شد که چند اولویت اصلی مانند ارائه محتوای عالی و پرورش یک فرهنگ کاری سالم ارزش سازمانش رو افزایش میده. دقیقاً این فعالیت‌های مهم اما غیر فوری به شما کمک میکنه که به اهدافتون برسید. تأثیرگذار باشید و خودتون رو در چرخه شکوفایی قرار بدید. خیلی آسونه که این کارها رو در انتهای لیست کارهاتون قرار بدید، چون نتایج اجتناب از اونها اغلب حداقله و به چشم نمیاد. اما مزایایی که شما هر روز با خالی کردن فضا برای اولویت هاتون به دست میارید به طور نمایی رشد میکنه. روابط صحیح رو در اولویت قرار بدید و نگفتن رو یاد بگیرید. نویسنده تو کودکی زمان زیادی رو نزد مادر بزرگش میگذروند. هر روز ساعت 10 صبح نانسی دوست مادر بزرگ بهش زنگ میزد. مادر بزرگ همیشه گوشی رو بر می داشت، اما با بیمیلی، چون نانسی میتونست ساعتها حرف بزنه. مادر بزرگ هرگز راه مؤدبانه‌ای برای کم کردن این تماس‌ها پیدا نکرد. گاهی اوقات از نوش میخواست که نجاتش بده. شما یاد گرفتید که همه چیزهای اشتباه معمولاً توجه شما رو میخوان و تمرکز و اولویت هاتون رو از شما میگیرن. مردم چطور؟ روابط مهمن و شما نمیخواید بد رفتار کنید. متاسفانه این حقیقت داره که افرادی که وقت شما رو میخوان به ندرت کسایین که باید اونو داشته باشن. تو محل کار اینها افراد ضعیفین که به نظر نمیرسه بخوان بهبود پیدا کنن، یا افراد منفی که شما رو وارد داستان خودشون میکنن. تو همین حال افرادی که سزاوار اوقات شما هستن به ندرت اونو از شما میخوان. اصول پارتو رو از پاراگراف اخیر به یاد دارید؟ به اینجا هم مرتبطه. روی بهترین خود سرمایه گذاری کنید. 80% اوقاتتون رو با بهترین افراد دور و برتون بگذرونید. افرادی که به شما انرژی میدن و افرادی که به اونها اهمیت میدید. واقعیت اینه که اگه شما افرادی که انرژیتون رو روی اونا سرمایه گذاری میکنید اولویت بندی نکنید، دیگران برای شما تصمیم میگیرن. رابین دانبار، انسانشناس بریتانیایی، این نظریه رو مطرح کرد که روابط معناداری که انسان‌ها میتونن ایجاد کنن یه حدی داره. خب 3 تا دایره هم مرکز رو تصور کنید. 3 تا 5 نفر از عمیق‌ترین دوستی هاتون رو در مرکز قرار بدید. اینا افرادی هن که حداقل هفته یه بار اونا رو میبینید. دایره دوم شامل 12 تا 15 نفر در گروه همدردی شماست که مثلا ماهی یه بار اونا رو میبینید. در بیرونی ترین دایره شبکه گسترده شما قرار داره. اغلب افراد ظرفیت حدود 150 نفر رو تو این دایره دارن که تقریباً به اندازه روستاهای باستانی انسانه. چارچوب رابین دانبار به نشون دادن این نکته کمک کرد که شما لازم نیست با همه افراد زندگیتون یکسان رفتار کنید، چون ظرفیت شما برای روابط مختلف محدوده. خب چاره ای ندارید به جز این که به همه درخواست هایی که از شما میشه بله نگید. خیلی مهمه که یه استراتژی روشن برای نگفتن داشته باشید. در غیر این صورت به صورت پیش‌فرض بله رو انتخاب میکنید. سعی کنید با ملایمت نبگید تا پل‌های پشت سرتون رو خراب نکنید و به احساس کسی هم ضربه نزنید. برای نمونه به افراد بگید که خیلی دوست داشتید با اونا ملاقات کنید که احتمالاً راستم میگید. ابراز همدردی کنید که نمیتونید، ولی محکم باشید.
اونا رو به افراد دیگه یا منابع دیگه‌ای برای کمک ارجاع بدید و در آخر به خاطر اینکه به شما فکر کردن و از شما کمک خواستن از اونا تشکر کنید. زندگی میگذره. روی چیزی تمرکز کنید که میتونید کنترلش کنید و وقتی لازم بود دوباره تنظیمش کنید. چند سال پیش نویسنده کتاب یه شاسی بلند نو خرید تا باهاش تو طبیعت سفر کنه و خیلی نگذشته بود که بیش از 300,000 مایل رو باهاش طی کرده بود. ماشین با این حال خیلی خوب مونده بود و مردم مدام میپرسیدن چطوری این همه مسافت رو با این ماشین طی کرده. ولی هیچ راز عجیبی نداشت. فقط سر موقع اونو سرویس میکرد. همین. تعمیر هر چیزی قبل اینکه به کلی از کار بیفته آسونتر و کم هزینه تره. هممون اینو میدونیم. استرس بخشی از زندگیه. تغییر هم همینطور. و هر دوی اینا میتونن یه تهدید باشن برای کشیدن شما به مارپیچ استرس. پس بیایید چند تا استراتژی رو برای حفظ شکوفایی و جلوگیری از سقوط بررسی کنیم. اولین استراتژی اینه که تمام اولویت هاتون رو برنامه ریزی کنید. از جمله زمانی رو که با خانواده میگذرونید. دلیلش هم اینه که یه فضای خالی توی تقویمتون میتونه یه تله باشه. برای مثال، وقتی نویسنده کتاب تو جلسه هیئت مدیره بود، متوجه شد که اون به پیشنهاد وعده کباب شنبه بله میگه چون برنامه‌اش خالیه. اینو به یاد داشته باشید که یه هفته هیچ وقت طوری که برنامه‌ریزی کردید نمیگذره و این عادیه. کمالگرا نباشید. اما برنامه‌ریزی کردن همه اولویت هاتون به شما کمک میکنه از مسیر خارج نشید. بسیاری از مردم احساس میکنن هیچ کنترلی بر تقویمشون ندارن. اگه رئیس باشید ممکنه فکر کنید که این استراتژی ها به راحتی قابل اجران. اما واقعیت اینه که بعضی از شغل ها انعطاف پذیری کمی دارن. اگه شما واقعا صادقانه تقویمتون رو نگاه کردید و جایی برای نفس کشیدن پیدا نکردید، میتونید با رئیستون صحبت کنید تا ببینید آیا چیزی میتونه تغییر کنه یا نه. برای نمونه زمان شروع به کارتون رو طوری تنظیم کنید که با منطقه سبزتون سازگار باشه. حتی اگه شما کنترل زیادی بر روی 40 ساعت از هفته‌تون ندارید، هنوز 128 ساعت دارید که کاملا متعلق به خودتونه. البته زندگی خانوادگی میتونه خیلی شلوغ باشه، به ویژه تو مراحل خاصی از زندگی، مثل بزرگ کردن فرزندان خردسال، مراقبت از والدین بیمار یا مقابله با یه بیماری. بعضی وقتا ممکنه رویکرد شما نیاز به بازسازی داشته باشه تا با مرحله خاص زندگیتون منطبق بشه. برای نمونه، اگه یه بچه تو راهه، ممکنه زمان مناسبی برای شروع یه پروژه بلند پروازانه یا تلاش برای کم کردن وزنتون نباشه. اگه زمانی احساس کردید که از چرخه شکوفاییتون دور افتادید، ببینید دقیقاً اوقاتتون رو چطوری میگذرونید. مناطقتون تغییر کردن؟ چی داره وقتتون رو تلف میکنه؟ چطور اولویتاتون تغییر کردن؟ بهتره که تغییرات رو بپذیرید چون در نهایت اتفاق میفته. خلاصه نهایی و پیام کلیدی این کتاب: غرق شدن تو مارپیچ استرس و مشغله های زندگی مدرن به هیچ وجه اجتناب پذیر نیست. در عوض مناطق انرژیتون رو کشف کنید و اونا رو به نفع خودتون به کار بگیرید. با در اولویت قرار دادن اوقاتتون برای تمرکز عمیق بر روی فعالیت‌ها و افرادی که بیشترین اهمیت رو براتون دارن. وقتی تو بهترین حالت خودتون هستید، بهترین کارتون رو انجام بدید. وقتی دارید با چرخه انرژیتون کار میکنید، زمانتون رو متمرکز کنید و اجازه ندید اولویتاتون از دست برن. شما میتونید تو همه زمینه‌های زندگیتون شروع به شکوفایی کنید. تصمیمات قطعی بگیرید. یه راه ساده برای به دست آوردن زمان، استفاده کمتر از اون برای تصمیم گیریه. تصمیمات قطعی به شما این امکان رو میده که یه انتخاب داشته باشید که 10 مورد دیگر رو حذف میکنه. به عنوان مثال تو زندگی کاریتون میتونید موافقت کنید که فقط به عنوان یه تیم تو مراحل خاصی از یه پروژه ملاقات کنید.
تا زمان صرف شده تو جلسات رو کاهش بدید و یا اینکه فقط با مشتریان یه بخش خاص کار کنید. تو زندگی شخصیتون میتونید تصمیم قطعی بگیرید که هر ساله 3 خیریه رو برای حمایت انتخاب کنید تا وقتی کسی تقاضای کمک مالی میکنه فشار رو از شما دور کنه. وقتی در مورد دسته‌بندی اولویت هاتون به توافق رسیدید بهشون پایبند باشید و فقط در صورت لزوم تغییرشون بدید. رفقای نازنینم، من شیوا شعبانی تا یه خلاصه کتاب صوتی دیگه از سوخت جت شما رو به خدای منان میسپارم. خدا یار و یاورتون. سوخت جت.